درود بینندگان عزیز، مهرآفرین نجیبی هستم، نوبتدار در شهر. باری نخست در شهر دوشنبه مسابقه بین المللی جام جهان آیل به ولسپدرانی کوهی برگزار می‌گردد. در این مسابقه بیش از 40 ورزشکار از کشورهای گوناگون عالم شرکت دارند و در این میدان میانی هم مسابقه می‌ورزند. در این گزارش روند این مسابقه را پیگیری کنید. صدها تماشابین مخلص ورزش در میدان دوستی مرکزی پایتخت نزد پیکر اسماعیلی سامانی جمع آمدند تا آغاز سلسله مسابقات انتخابی جام جهان عاید به دوچرخه‌رانی کوهی را تماشا کنند. دوشنبه باری نخست در قطار شهرهای مثل بارسلونا، افینا و سان پائولو میزبان این مسابقه گردید. مراسم کشاده‌شوی با شرکت پرزیدنت کنفدراسیون آسیا عاید و دوچرخه‌رانی داتا امرجیت سینخ، مسئولین ساحه، مهمانان و ورزشکاران خارجی صورت گرفت. این دومین شورابینی است که ما در شهر دوشنبه تشکیل کردیم. اولش 2 سال پیش چمپیونات آسیا در شورا بود. یک زمینه برای گذراندن چمپیونات جهانی شده بود. علاقه کمک تجربه گرفته این شورابینی رو تشکیل کردیم. اولا که برای تشویق و ترغیب زیبایی شهر ما که شهر ما برای قبول کردن چمپیونات‌های سطح جهانی آماده است. دوم اون است که علاقه ورزشکاران قریب 20 دولت 60 ورزشکار قریب 20 دولت اشتراک دارند. شورابینی در سطح بالاترین است. برای برگزاری مسابقه در مرکز پایتخت محیط کوهی فراهم آورده شد. ورزشکاران در هر گردش، قله‌پیمایی و فرآمدن نزد داوران و هزاران مخلصانشان امتحان می‌سپاریدند. این مسابقه امکان می‌دهد که نه تنها مهارت شرکت کنندگان بهاگذاری شود، بلکه زیبایی شهر دوشنبه به مهمانان و میزبانان خیلی برجسته نمایش داده شود. تا حال در اینجا نبودم. من از زیبایی‌های کشور حیران شدم که یک هفته در این کشور قرار دارم. تشکر. تاجیکستان را در این مسابقه کامران قادیروف معرفی کرد. او در مسابقات دیگری بین المللی هم شرکت ورزیده است. در بریتانیا کبیر شهر گلاسگو چمپیونات جهان گذرانده شده بود سال 2023. رزولتات خیلی خوب نشان دادم. قسمت جالب و شوق‌آور مسابقه نمایش مهارت اداره دوچرخه از سوی نینا وبا، ورزشکار فرانسوی و قهرمان سکرته چمپیونات جهان عاید به دوچرخه‌رانی بود. میان زنان ورزشکار اوکراینی ماریا سکوپالووا و میان مردان ورزشکار اسلوونی یاکوب کلومنچیچ برنده مدال طلایی مسابقه گردیدند. من خیلی خرسندم زیرا انتظار نبودم که غالب می آیم. این برای من یک غلبه کلان است. من در مسابقات کراس شرکت می کردم. باری اول است که در الیمیناتور شرکت می ورزم. رقابت واقعا خوب گذشت. در حقیقت دشوار بود. زیرا همه بچه ها واقعا زور و توانا بودند. من تنها نقشه خود را اجرا کردم و پیشتر به خط مرا رسیدم. در حقیقت خوشبختم. این دو ورزشکار به قسم نهایی جام جهان عاید به دوچرخه‌رانی کوهی را خط گرفتند. باید گفت هدف مسابقه عامه‌گردانی ورزش، جلب سیاحان و تحکیم آبروی تاجیکستان همچون سازمان دهنده چهاربینی‌های بزرگ بین المللی معرفی شد. مسابقه با تشبث شهرداری دوشنبه در یک جایگی با فدراسیون دوچرخه‌رانی تاجیکستان و کمیته کار با جوانان و ورزش برگزار گردید. مهرآفرین نجیبی، علی جان نورماتوف، آسیا پلیوس.